اول نهج البلاغه بودیم، بخش‌هایی از این خطبه درباره خلقت حضرت آدم است که خداوند متعال از زمین و خاک زمین حضرت آدم رو آفرید. بعضی‌ها ممکنه یه سوالی براشون پیش بیاد. علم ادعاهایی داره درباره گذشته. میگه آقا انسان ممکنه از موجودات دیگه به وجود آمده باشه. تکامل موجود دیگه باعث شد انسان خلق بشه. آیا این میسازه با آنچه که قرآن و روایت ما گفته؟ چند تا نکته اینجا میشه گفت. اولا علم تجربی بر اساس تجربیاتش یه حکمی میده. آقا قانون اول نیوتن، قانون دوم نیوتن، اینا چجوری به دست اومد؟ مباحثی که آزمایش کردن تو فیزیک در این زمان، در این آزمایشگاه، دیدن این نتایج جواب میده در محدوده آزمایش ما. درباره چیزی که آزمایش نشده اگر بخواد علم نظر بده گمانی میشه، ظنی میشه. لذا درباره گذشته و آینده علوم تجربی چیزایی که میگن حدس و گمان بیشتر، درجه اطمینانش همینطور میاد پایین، هر چه گذشته بیشتر باشه، هر چه آینده دورتر باشه. مثلا شما پیش بینی آب و هوا رو ببینید، بعضی موقع میخواد فردا رو پیش بینی کنه، میگه مثلا هوای گرم احتمال بعضش با احتمال بارش باران، چند جور احتمال میگه تا مثلا یکیش رخ بده. یعنی حتی در آینده نزدیک هم نمیتونه خیلی دقیق و با اطمینان بالا نظر بده، چه برسه هزاران سال پیش یا هزاران سال آینده. اینا خوب تجربه نشده، اطلاعاتش دقیق نیست. این یک نکته. نکته دیگه این که معلوم نیست موجوداتی شبیه انسان نبوده باشن در گذشته. ممکنه در گذشته موجودات فراوانی بودن که شبیه انسان بودن. لذا وقتی انسان رو خدا خلق کرد، حضرت آدم رو خلق کرد و خلیفۃ الله قرار داد روی زمین، فرشتگان اعتراض کردن، گفتن که بابا میخوای کسی رو زمین قرار بدی که خون ریزی میکنه، فساد میکنه، از کجا میدونست چنین موجودی این کارو میکنه؟ بعضی میگن چون موجوداتی شبیه انسان خلق شده بودن سابقا و ملائکه دیده بودن اینها چه کارهایی میکنن. لذا هم ممکن